صفا قاسمی هستم از مجموعه آموزشی مربیگری نقاشی کودک. هدف از این آموزش بالا بردن تجسم فضایی، شناخت خطوط عمودی و افقی و بالا بردن میزان خلاقیت کودک. گروه سنی مورد آموزش 6 تا 12 ساله. به کودک میگیم که خطوط عمودی و افقی بکشه و لابلای اون خطوط عمودی و افقی هر چیزی که به نظرش میرسه و دوست داره رو بکشه. بعد در آخر میبینیم که هر کودکی نقاشیش با اون یکی فرق میکنه. مثلا یکی کتابخونه میکشه، یکی یه فردی رو میکشه که پشت میله های زندانه، یکی قفس میکشه که یه پرنده‌ای پشتشه. بسته به میزان خلاقیت کودک فرق میکنه. در آخر سر نقاشی ها رو با هم در کنار هم به نمایش میذاریم و بچه رو تشویق میکنیم که در مورد نقاشیش صحبت کنه. آشنایی با سبک پیت موندریان در این سبک از آموزش حاصل میشه و همچنین تجسم فضایی کودک بالا میره.